امروز میخوام با یه دونه اسپری رنگ آبی همچین ظاهر جذابی رو به زیر کاپوت این پراید بدم. چون رنگمون نسوز نیست پس باید قطعاتی رو برای رنگامیزی انتخاب کنیم که از منیفولد دود و اگزوز دور باشن تا رنگمون عمر بیشتری کنه و زود بلند نشه. بعد از اینکه لوازم رو باز کردیم روی موتور رو با یه چیزی میپوشونیم تا وقتی کارمون تموم میشه چیزی داخلش نیفته. حالا همه قطعات رو با سنباده 400 و کف حسابی تمیز میکنیم و قسمتایی که نباید رنگشن رو با چسب میپوشونیم. با اسپری رنگی که از ابزار فروشی گرفتیم شروع میکنیم قطعات رو با دقت رنگامیزی کردن تا یه موقع رنگمون شره نکنه. در آخرم بهش 1 روز زمان میدیم تا کامل خشک بشه. و اینم از رخ نهایی کار. حالا شما بگید ببینم خوب شد یا نه؟